دیوید خودش سناریویی برای ساخت فیلم خشونت‌آمیز بزرگسالان با کارول رو کشیده بود و اونو فریب داده بود. در مارس 2022 مردی هنگام پیاده‌روی در منطقه‌ای بک و خلوت در اطراف شهر ورونای ایتالیا چند کیسه زباله بزرگ پیدا کرد. این منطقه به دلیل پاکیزگیش معروف بود و دیدن چنین کیسه هایی عجیب به نظر می رسید. کیسه ها خیلی پر نبودند ولی سنگین تر از حد انتظار بودند. مرد کنجکاو شده بود یکی از کیسه ها را باز می کند و با صحنه‌ای وحشتناک مواجه می شود. دست انسان داخل آن بود. پلیس پس از رسیدن 4 کیسه دیگر را نیز پیدا کرد که در مجموع شامل 18 تکه از بدن انسان بود. آنها با استفاده از تتوهای روی بدن هویت مقتول را شناسایی می کنند. کارول مالتیز، بازیگر فیلم‌های بزرگسالان. کارول دختری دورگه متولد 1995 بود و پدرش اهل هلند و مادرش اهل ایتالیا بود. او تنها فرزند خانواده بود. والدینش خیلی زود از هم جدا شدند و پدرش پس از جدایی به هلند برگشت. کارول نزد مادرش جوزفینا بزرگ شد، زنی سخت‌کوش که برای تأمین زندگی دخترش به شدت کار می‌کرد. کارول از کودکی دختری باهوش، اجتماعی، فعال و بسیار زیبا بود. مادرش سعی می‌کرد استعدادهایش را شکوفا کند. در تحصیل هم موفق بود و با نمرات عالی در سال 2015 وارد دانشگاه تکنیکال یونیورسیتی شد. زندگی کارول تا سن 20 سالگی کاملا عادی و موفقیت‌آمیز پیش می‌رفت. او در دانشگاه مشغول تحصیل بود و مثل خیلی از همسن و سالهاش با پسری در رابطه بود. این رابطه خیلی جدی نبود، اما در سال 2016 کارول متوجه شد که باردار شده است. با توجه به شرایط سخت تصمیم گرفت فرزندش را نیز نگه دارد و باور داشت که میتواند از پس مادر شدن نیز بر بیاید، همانطور که در تمام مراحل زندگیش موفق بوده است. با تولد کودک مشکلات واقعی آغاز شدند. کارول نتوانست ادامه تحصیل دهد و از طرفی پدر کودک نیز وضعیت مالی خوبی نداشت. این دو جوان با مسئولیت‌های جدید و فشارهای مالی مواجه شدند و تصمیم گرفتند برای یافتن کار و داشتن درآمدی بهتر به شهر بزرگی به نام ورونا نقل مکان کنند. در سال 2019 پس از گذشت چند سال تلاش برای ساخت زندگی بهتر، کارول و خانواده‌اش زندگی نسبتاً آرامی داشتند. اما در همین سال اتفاقات جدیدی افتاد که زندگی کارول را دچار تغییرات بزرگی کرد. او وارد رابطه‌ای جدید با مرد دیگر می شود و در این مدت چند ماهه شروع به خیانت به پدر پسرش می کند. کارول در واقع زندگی دوگانه‌ای را تجربه می کرد. از یک طرف با پسرش و پدر پسرش زندگی می کرد و از طرف دیگر رابطه مخفیانه‌ای با مرد جدید داشت. دوست پسرش متوجه خیانت کارول می شود. او نتوانست این خیانت را ببخشد و از کارول خواست که از او جدا شود و حتی حضانت پسرشان را نیز از او گرفت. او به کارول گفت که دیگر به او اجازه نخواهد داد که در زندگی پسرشان نیز دخالت کند و به او گفت که مادر مناسبی برای فرزندانشان نیست. این ضربه بزرگی برای کارول بود. اما این تنها مشکل موجود نبود. مادرش به بیماری تحلیل سیستم عصبی مبتلا شده بود. نیاز به مراقبت‌های ویژه داشت. وضعیت مادرش هر روز بدتر می‌شد و کارول باید کنارش می‌ماند و از او مراقبت می‌کرد. در اواخر سال 2019 و آغاز سال 2020 در سراسر دنیا ویروس کووید 19 شیوع پیدا کرد و اوضاع حتی سخت‌تر شد. و قرنطینه جهانی باعث می شود که کارول نتواند به شغل خود ادامه دهد و مشکلات مالی و خانوادگی او نیز پیچیده تر می شود. پس از شروع قرنطینه و مشکلات مالی شدید، کارول تصمیم گرفت که برای خودش کاری آنلاین پیدا کند و به سراغ عضویت در سایت اونلی فنز می رود. اونلی فنز
یک پلتفرم اجتماعی است که کاربران می توانند محتواهای خصوصی شامل عکس‌ها و ویدیوهای خود را به نمایش بگذارند و دیگران برای دیدن این محتواها پول پرداخت کنند. کارول خیلی سریع در این پلتفرم پیشرفت کرد و توانست سابسکرایب های زیادی جذب کند و درآمدهای زیادی داشته باشد. این موفقیت باعث شد که اطرافیانش به ویژه دوستان و آشنایانش از او فاصله بگیرند. کارول تصمیم میگیرد در دنیای صنعت فیلم‌های بزرگسالان شروع به فعالیت کند. او پیشنهاداتی از کمپانی‌های مختلف دریافت می‌کند و به دنبال هنرپیشه‌های فیلم‌های بزرگسالان وارد این صنعت کثیف می‌شود. او با این شغل معروف شد و فالوورهای زیادی پیدا کرد. همچنین پیشنهاداتی از کشورهای مختلف از جمله چک و هلند برای بازی در فیلم‌های بزرگسالان به او رسید. در نوامبر 2020 کارول با یک مرد به نام دیوید فونتانا آشنا شد. دیوید 42 ساله بود و مدت‌ها بود که ازدواج کرده بود و زندگی نسبتاً پایدار و آرامی داشت. او در بانک کار می‌کرد. زندگی کارول پس از جدا شدن از دوست پسر اولش و ورود به دنیای شغلی که در آن به عنوان مدل مشغول به کار بود، توانسته بود به یک موفقیت نسبی در آن فضا دست یابد. در این زمان دیوید فونتانا وارد زندگی کارول شد. او قبلا در دنیای عکسبرداری برهنه فعالیت میکرد و عکاس بود. ابتدا به کارول پیشنهاد همکاری داد. دیوید که به شدت به کارول جذب شده بود، پس از مدتی از او خواست که رابطی فراتر از همکاری با هم داشته باشند. در ابتدا کارول که بیشتر به جنبه حرفه‌ای کار علاقه داشت، به دیوید جواب مثبت داد و این رابطه به سرعت گسترش یافت. اما این رابطه که در ظاهر ممکن بود یک رابطه کاری باشد، به تدریج پیچیده تر شد و دیوید نسبت به کارول وابستگی بیشتری پیدا کرد. در همین حین کارول نیز به عنوان یک فرد جوان و جذاب به دنبال زندگی عادی تری بود و احساس میکرد که دیگر نمیخواهد در دنیای فیلم‌های بزرگسالان و نمایش‌های برهنه نیز ادامه دهد. پس از مدتی با آشنایی با سالواتره گالوا، یک مرد جوان و جذاب، تصمیم میگیرد که از دنیای قبلیش بیرون بیاید. سالواتره که به شدت به کارول جذب شده بود، خیلی زود از او نیز خواستگاری کرد و این درخواست باعث شد که کارول به فکر یک زندگی عادی و خانوادگی با او نیز بیفتد. او حتی تصمیم گرفت که به ورونا برود و در کنار پسرش که حالا دیگر بزرگتر شده بود زندگی جدیدی آغاز کند. اما این تصمیم باعث به وجود آمدن بحران‌های جدیدی شد. دیوید که هنوز درگیر احساسات خود نسبت به کارول بود، نمیتوانست به راحتی با این تصمیم نیز کنار بیاید. او که دیگر نمیتوانست کارول را تنها به عنوان یک شریک کاری ببیند، شروع به دخالت‌های بیشتری در زندگی او کرد. از تهدیدات گرفته تا اعمال فشارهای روانی، دیوید سعی داشت کارول را در زندگی خود نیز نگه دارد. در همین زمان ناپدید شدن کارول در اوایل سال 2022 باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان اطرافیانش شد. دیوید که دیگر از هر گونه دخالت در زندگی کارول دست برداشته بود، به طور کامل در جستجوی او می‌پرداخت. او که به شدت به کارول وابسته شده بود، هیچ توضیحی در مورد ناپدید شدن او نیز نداشت و در پی سرنخ‌هایی برای پیدا کردن او بود. از طرف دیگر سالواتره که نسبت به کارول احساسات عمیق‌تری پیدا کرده بود، به هیچ وجه نمیخواست که او را از دست دهد. کارول در میان هیچ ردپایی از خود باقی نگذاشته بود و ناپدید شدنش به یک معمای بزرگ تبدیل شده بود. آیا او واقعاً از دیوید و دنیای فیلم‌های بزرگسالان نیز فرار کرده بود، یا ممکن است مشکلاتی دیگر در پس این ناپدید شدن وجود داشته باشد؟ آیا او به دنبال شروع یک زندگی جدید با سالواتره بوده یا تصمیم به ترک همه چیز را گرفته؟
در این نقطه از داستان بسیاری از سوالات بی پاسخ ماندند. ناپدید شدن کارول معما شده بود که باید حل میشد. اما پس از چند هفته پلیس در 23 مارس 2022 تکه‌هایی از یک بدن انسان را نیز پیدا کرد. این بدن به شدت آسیب دیده بود و به قدری تکه تکه شده بود که در ابتدا حتی پلیس نمیتوانست جنسیت آن را شناسایی کنند. اما شواهدی از جمله تتوهایی که بر بدن باقی مانده بود پلیس را به این نتیجه رساند که این بدن متعلق به یک زن است. قاتل تلاش کرده بود تا هویت این فرد را پنهان کند، به طوری که تتوها را نیز از بین برده بود. پلیس سپس با بررسی این تتوها متوجه شد که این بدن متعلق به کارول است. آنها برای تایید هویت از شماره تماس و مدارک استفاده کردند که به زودی به نتیجه رسیدند و فهمیدند که او همان شارلوت انجی است. پلیس در حالی که هنوز تحقیقات خود را ادامه میداد به خانواده‌اش اطلاع داد. آنها شوکه شده بودند و هیچ کس نمیتوانست باور کند که کارول کشته شده. دوستان و خانواده‌اش هیچ گزارشی از ناپدید شدن او نیز نداده بودند، زیرا هیچ کس نمیدانست که او به خطر افتاده یا به قتل رسیده. این خبر باعث شوک بزرگی در میان طرفداران و آشنایان او شد. پلیس به تحقیقات گسترده‌ای پرداخت. در ابتدا همه فکر می‌کردند که او به دلایل شخصی یا شغلی تصمیم به دوری از همه گرفته است. او در پیام‌هایی به خانواده، دوستان و حتی نامزدش سالواتره گفته بود که نیاز به زمان برای تفکر دارد و می‌خواهد از همه دور بماند. او اظهار داشت که قصد دارد به دبی برود و گوشی خود را نیز خاموش کند تا هیچ ارتباطی برقرار نکند. این رفتار بسیار عجیب بود، زیرا هیچ کدام از اطرافیانش نمی‌توانستند باور کنند که کارول ناگهان تصمیم به قطع ارتباط گرفته. در این زمان پلیس متوجه شد که احتمالاً فردی که از طریق گوشی کارول با دیگران در ارتباط بوده است نه خود کارول بلکه قاتل کارول بوده. این فرد با ارسال پیام‌های مختلف به اطرافیان تلاش کرده بود که کارول را زنده نگه دارد، مانع از آن شود که کسی از ناپدید شدن او نیز مطلع شود. پلیس با آخرین شماره هایی که کارول به آنها پیام و زنگ زده بود پیام هایی نیز ارسال کرد و به یکی خیلی مشکوک شد. پلیس به فردی که زیر نظر داشت پیام داد و پیشنهاد همکاری فیلم برداری داد، اما آن فرد با رفتارهای بسیار عجیب و تند نیز جواب داد. پلیس متوجه شد که این فرد ممکن است قاتل کارول باشد. برای فشار بیشتر به او گفت که پلیس جسدی پیدا کرده که شبیه به کارول است. او از این فرد خواست که برای تایید هویت خود یک تماس تصویری بگیرد یا ویدیویی ارسال کند. اما پس از این پیام فرد مورد نظر دیگر هیچ جوابی نداد و این نشان داد که او احتمالاً میدانست که پلیس نزدیک به کشف هویت واقعی اوست. پس از 2 روز از این تماس دیوید به اداره پلیس رفته و گم شدن کارول را نیز گزارش میدهد. پلیس پس از پیگیری‌های زیاد به این نتیجه رسید که دیوید احتمالاً قاتل کارول بوده. دیوید که تا مدت‌ها هیچ اقدامی برای گزارش ناپدید شدن کارول نکرده بود، پلیس را به این نتیجه رساند که او مشکوک است. پلیس همچنین متوجه شد که دیوید به شدت به روابطش با کارول نیز وابسته بوده و حتی از اینکه کارول قصد داشت با کس دیگه ازدواج کند به شدت حساس بوده. با فشارهای پلیس دیوید در نهایت اعتراف کرد که یک رابطه خشونت‌آمیز با کارول داشته و در حین رابطه به طور تصادفی او را کشته است. او گفته است که پس از قتل جسد کارول را نیز تکه تکه کرده و برای مدت‌ها در فریزر نگه داشته تا کسی متوجه نشود. سپس این جسد را در مکانی دور انداخته. پس از بررسی‌های بیشتر پلیس متوجه شد که دیوید خودش سناریویی برای ساخت یک فیلم خشونت‌آمیز بزرگسالان طراحی کرده بود تا کارول را فریب دهد. در نهایت قاضی او را گناهکار شناخته و به 30 سال حبس نیز محکوم کرد. علاوه بر این دیوید مجبور شد مبلغ 180,000 یورو به پسر کارول و 100,000 یورو به والدین او نیز پرداخت کند.